سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. روزگاری توی یه دهکده‌ای مردی به نام علی زندگی میکرد. علی مردی سخت‌کوش و مهربون بود. اون کشاورز بود و به همه همسایه‌هاش کمک میکرد. محصولات مزرعه‌ش رو با تلاش زیاد به دست می آورد. یه روز علی تصمیم گرفت که الاغش رو برداره به همراه پسرش بره به بازار و محصولاتش رو بفروشه. اون الاغ رو آماده کرد و به همراه پسرش به راه افتاد. دوتاشون سوار الاغ بودن. تو راه که داشتن میرفتن شنید که مردم دارن میگن این دوتا چقدر بیرحمن، نشستن روی الاغ بیچاره این دو نفر رو داره میکشه. علی که این حرف رو شنید خودش پیاده شد و پسرش رو روی الاغ نشوند. پس از مدتی یه نفر دیگر رو شنید که میگه چه پسر بیادبی، پدر پیرش رو پیاده میبره و خودش سوار الاغه. علی دوباره اینو شنید و این بار پسرش رو پیاده کرد و خودش سوار الاغ شد. چند دقیقه بعد دوباره شنید که مردم میگن این مرد چقدر خودخواهه، بعد پسر کوچیکش رو پیاده کرده و خودش روی الاغ سواره. علی دوباره تصمیم گرفت هر دوشون پیاده بشن و الاغ رو تنها پیاده به طرف خودشون می بردن. تو راه فرد دیگه‌ای به مسخره گفت این دوتا الاغ دارن و خودشون دارن پیاده راه میرن. علی به فکر فرو رفت و به پسرش گفت میبینی پسرم، هر کاری که انجام میدیم مردم همیشه حرفی برای گفتن دارن. ما نباید اجازه بدیم که دیگران زندگیمونو تحت تأثیر قرار بدن. بهتره که خودمون تصمیم بگیریم و به راهمون ادامه بدیم. مردم همیشه خواهند گفت هر چه خواهی تو بکن. زندگی کن برای خود، نه برای مردم کوی و بزن. دل به دریا زن و بخند، هر که گفت این تو بخند. زندگی کوتاه و زیباست، گوش کن تنها به دل خود. بچه‌ها میدونین یاد بگیریم هر کاری دلمون گفت انجام بدیم. اگه بخوایم به حرف مردم گوش بدیم ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.